شهید اولین چیزی که به یاد انسان میاره جهاد فی سبیل الله. شهید در راه خدا حرکت کرده، مجاهدت کرده، به شهادت رسید. شهید مظهر ایمان صادقه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضا نحبه. این همون قضا نحبه. شهید مظهر ایمان صادقه. شهید مظهر صداقت. مظهر عمل صالحه. چه عملی؟ اصلح از رفتن در راه خدا و تقدیم کردن همه وجود خود، همه هستی خود به این راه. ایمان صادق، عمل صالح، این جنبه دینی که حالا در همین کلمات کوتاه دنیایی از معارف نهفته است.